چه حیوان خونگی برای تو مناسبه؟ با این 5 تا سوال تصمیم بگیر. سوال اول، چقدر وقت داریم؟ اولین چیزی که باید از خودتون بپرسین اینه که چقدر وقت میتونین برای حیوان خونگیتون بذارین. البته منظور از وقت گذاشتن صرفاً تو خونه بودن باهاش نیست. این مهمه که بتونین براش تایم بذارین که آموزشش بدین، براش تغذیه آماده بکنین، باهاش بازی کنین یا کارای اینجوری. به خاطر همین 3 تا حالت پیش میاد. یکی این که اگر وقت زیادی داری، اگه وقتت متوسطه یا اگه کم وقت داری. اگر وقت زیادی دارین، مثلا بیشتر از 4 ساعت در روز، میتونید سراغ سگ‌های پر انرژی مثل لابرادور، گلدن رتریور یا بردرکولی برین. اینا به فعالیت، همراهی و تعامل زیادی نیاز دارن. در مورد گربه ها هم نژادایی مثل بنگال یا سیامی که به تحریک ذهنی و توجه مدام علاقه دارن میتونه انتخاب خیلی خوبی باشه. اگه وقتت متوسطه، بین 1 تا 3 ساعت در روز، سگ‌هایی مثل شیتزو، پاگ یا کاوالیر گزینه‌های خوبی هن. وابستن ولی توقعشون پایین تره. گربه های آرومی مثل بریتیش شورت هیر یا اسکاتیش فولد هم توی این دسته قرار میگیرن. اگه دنبال پت کم صداتر باشی، پرنده هایی مثل مرغ عشق و قناری هم انتخابای مناسبی هن. اما اگه وقتت خیلی محدوده، مثلا کمتر از 1 ساعت در روز، حیواناتی مثل ماهی آکواریومی، لاک‌پشت یا همستر گزینه مناسب تری هستن. اینا به تعامل زیادی نیاز ندارن ولی حضورشون توی فضا حس خیلی خوبی ایجاد میکنه. سوال 2، سبک زندگیت فعاله یا آروم؟ پتا آینه زندگی خودمون هستن. به خاطر همین اگر سبک زندگیت فعال و پر انرژیه، باید پتت هم مثل خودت باشه. و اگه خونه دوستی و خودت آرومی، باید پتایی رو انتخاب بکنی که مثل خودت باشن و توی خونه بودن رو دوست داشته باشن. برای آدمای فعال، سگایی مثل هاسکی، بردرکولی یا لابرادور عالیه. عاشق دویدن و بازی و یاد گرفتنن. گربه هایی مثل بنگال و سیامی هم بازی دوست و پرتحرکن. حتی خرگوش هایی با نژاد هلندی یا لوپ میتونن همراه های بانمک و پر جنب و جوشی باشن. برای آدمای آروم، گربه هایی مثل پرشین کت، رگدال یا اسکاتیش فولد عالی‌اند. ساکت، باوقار و بیشتر دنبال استراحت و نوازشن. سگ‌هایی مثل پاگ یا شیتزو هم آروم و خونگی‌اند. اگه دنبال مراقبت راحت‌تری باشی، ماهی یا فیش فایتر هم انتخاب خوبیه. سوال 3، فضای زندگی چقدره؟ اینکه توی یه خونه با متراژ پایین زندگی می‌کنی یا توی یه خونه حیاط‌دار، توی انتخاب پت تأثیر گذاره. حیوانات به فضا برای بازی کردن نیاز دارن، به خاطر همین فضا هم خیلی تعیین کننده است. در آپارتمان‌های کوچیک، سگ‌های کوچیکی مثل شیتزو، پاگ یا پودل مینیاتوری مناسب ترن. گربه‌هایی مثل بریتیش یا اسکاتیش فولد به خوبی با فضای محدود کنار میان. خرگوش‌های کوتوله یا همسترها هم راحت توی فضای کوچیک نگهداری میشه. در خونه‌های با متراژ متوسط، سگ‌های سایز متوسط مثل کاوالیر، کوکر اسپانیل یا شیبا فضای کافی برای جنب و جوش دارن. گربه‌های اجتماعی‌تر و پر جنب و جوش‌تر هم اینجا بهتر رشد میکنن. پرنده‌هایی مثل توتی برزیلی یا فنچ هم در فضای بازتر بهترن. در خونه‌های ویلایی با حیاط، سگ‌های بزرگ جثه مثل لابرادور، ژرمن شپرد یا دوبرمن عالی‌اند. حتی مرغ خونگی، خرگوش‌های آزاد یا سگ‌های گله مثل سرابی یا قفقازی هم میتونن در فضای باز شادتر زندگی کنن. سوال 4، چقدر حوصله مراقبت داری؟ حیوانات مثل وسایل نیستن. اونا نیاز به مراقبت دارن. از تغذیه گرفته تا نظافت و مراقبت‌های ذهنی. اگه وقت و حوصله مراقبت زیاد داری، پودل، پرشین کت یا سگ‌های فرفری عالی‌اند. باید برس بخورن، حموم برن، ناخونشون گرفته بشه و به دامپزشک سر بزنن.
پرنده هایی مثل طوطی هم تعامل بالا و تغذیه خاص میخوان. اگه مراقبت متوسط رو ترجیح میدی، سگ‌هایی مثل شیتزو یا کاوالیر و گربه‌هایی مثل بریتیش برات مناسب ترن. نیاز به توجه دارن ولی هر روزی نیستن. برای کسایی که مشغله زیادی هم دارن، حیواناتی مثل ماهی، لاک‌پشت یا همستر خیلی ساده ترن. با کمی رسیدگی هفتگی شاد و سالم میمونن. سوال 5. با کی زندگی میکنی؟ اینکه تنهایی داری زندگی میکنی، به همراه سالمندانی یا فرزند داری، روی انتخاب پتت تأثیر گذاره. برای خانواده هایی با بچه های کوچیک، حیواناتی مثل گلدن رتریور، شیتزو، خرگوش و گربه های آروم مثل رگدال مناسبن. مهربونن، شوخ طبعن و از بازی با بچه ها خسته نمیشن. برای سالمندها یا افراد کم تحرک، پت هایی مثل پرشین کت، ماهی‌های آکواریومی یا سگ‌هایی مثل شیتزو که آروم و وابسته‌اند، حس همراهی خوبی ایجاد می‌کنه. برای دانشجوها یا افراد تنها، گربه‌های مستقل مثل بریتیش یا اسکاتیش، سگ‌های کوچک وابسته مثل پاگ یا همستر گزینه‌های مناسبی هستند. وابستگی کمتری دارن و مراقبت آسونتری در پیش داری. حالا که این 5 سوال جواب دادی، احتمالاً ذهنت روشن‌تر شده. اما اگه هنوزم برای انتخاب کردن نژاد سگ مناسب خودت شک داری، ما توی پتسی یه تست عالی طراحی کردیم که با جواب دادن به اون سوالا میتونی انتخاب بسیار خوبی برای سگ مناسب خودت داشته باشی. اون سوالا بر اساس میزان وقته، سطح انرژی که میذاری، جایی که داری، اینکه تنها زندگی میکنی یا نه، میتونن بهت یه پیشنهاد عالی برای انتخاب سگ مورد نظرتو بدن. لینکشو میتونی از توی دیسکریپشن ببینی. اگه تستو زدی میتونی نتیجهشو همین زیر برامون کامنت کنی که شاید ویدیوی بعدی درباره همون نژاد باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین، لایک و سابسکرایب یادت نره و این ویدیو رو برای کسایی که دنبال حیوان خونگی‌ان حتما ارسال کن. زنگوله یادت نره.